شهدا در رفاقت خیلی با هم صمیمی بودن و به طوری که گاهی وقتا یکی از شهدا که با هم صمیمی بودن شهید میشد، طولی نمیکشید که اون رفیق دیگرش هم مثلا تو عملیات بعدی یا تو مراحل بعدی عملیات به شهادت میرسید. دو تا از شهدایی که تقریبا خیلی با هم صمیمی بودن، یکی شهید مجید حاجی پور بود و شهید غلامرضا پورقیتات. شهید حاجی پور تو عملیات بعد شهید شد و خیلی غم و غصه روی شهید پورقیتات به وجود اومد و ایشون هم طولی نکشید که در عملیات کربلای 5 تو مرحله اول عملیات کربلای 5 که راهنمای اطلاعاتی یکی از گردانهای خدشکن بود، ایشون هم به شهادت رسید. یا مثلا شهید زرقانپور، ابوالقاسم زرقانپور که برادرش خیلی با هم صمیمی بودن، تو یک عملیات در فجر مقدماتی هر دوشون شهید میشن. دو تا شهید دیگه که باز برادر بودن و با هم دیگه خیلی صمیمی بودن، شهید عبدالکریم احمدی از بچه‌های رزمنده شهرستان گتوند بودن که تو عملیات رمضان ایشون شهید شد و برادرش برزو هم بلافاصله شهید شد. شهید سهراب منجزی خیلی صمیمی بود با شهید غلامرضا پورقیتاس. غلامرضا پورقیتاس تو مرحله اول کربلای 5 شهید شد و تو مرحله دوم تقریبا 10-15 روز بعدش سهراب منجزی هم که خیلی صمیمی بود و نسبت فامیلی هم با هم دیگه داشتن، اونم شهید شد. یعنی انگار که خداوند هم به طوری نمیخواد که این رفاقت بین این شهدا که در دنیا خیلی با هم صمیمی بودن توی بهشت و آخرت هم خیلی از هم جدا بشن و بلافاصله یکیشون که شهید میشد دیگری هم شهید میشد.